امیدوارم که این بحث در حقیقت، حالا همین یه مقداری که من همین امروز مقالات رو دنبال می‌کردم، امیدوارم که کافی بوده باشه. من به خانم ریحانه هم سلام عرض می‌کنم و از اینکه بالا اومدن بسیار بسیار سپاسگزارم. اما من به چند تا خبر امروز میپردازم با اجازهتون. یکی مذاکره‌ای هست که بین دولت ترامپ و حوثی‌ها شد و این مذاکره نهایتاً به اینجا خاتمه پیدا کرد که اگه آمریکایی ها اعلام کرده بودن، حوثی ها زودتر از او، انصار الله، که اگه آمریکایی ها حمله نکنن به کشور یمن، وقت ما هم در حقیقت متوقف میکنیم حملات خودمون رو درون دریای سرخ به کشتی های آمریکایی یا بحثایی از این قبیل. برخلاف تصورات ارزشی ها در ایران که نهایتاً دولت ترامپ میشه گفت که قانع شد یا در این مسابقه تسلیحاتی یمنی ها در حقیقت موفق شدن یا توفیق پیدا کردن، همه شواهد برعکس اون رو نشون میده و دو تا در حقیقت بحث اینجا هست. یکی در حقیقت بحث اینه که دولت ایران این روزهایی که خصوصا بعد از حمله‌ای که حوثی‌ها با اون موشک کردن به یک فرودگاه در اسرائیل، همه بحث اونها این بود که ایران به هر حال نفوذ داره روی اینها. این حرف نفوذ رو فقط آمریکایی‌ها نمی‌زدن. دولت عربستان سعودی در ماه‌های پیش این رو اعلام کرده بود به صورت علنی و در ملاقاتی که آقای خالد بن سلمان با رهبر جمهوری اسلامی داشت، در نامه‌ای که ملک سلمان به آقای خامنه‌ای می‌نویسه، یکی از 4 تا اصلی که ازش صحبت میکنه اینه که ایران از نفوذ خودش استفاده بکنه و این جنگ رو در دریای سرخ متوقف بکنه. ایران این کار رو کرده. شواهد قشنگ نشون میده که من پیش بینیم این بود که اگه ایران این کار رو نکنه، نمیتونه با کشورهای عرب منطقه اعتماد سازی بکنه و درست دقیقا این اتفاق افتاد. شاید این خرد در بین بعضی ها بود در ایران که این کار رو باید بکنن. به هر حال ایران اونها رو تشویق کرد و عمان مذاکرات رو در حقیقت به پیش برد. آقای محمد البوخیتی، جناب دانشگر بزرگوارم، من این لغت رو درست در حقیقت تلفظ میکنم؟ دکتر دانشگر عزیزم، حالا دانشگر برمیگرده و من میخوام مطمئن بشم که به خاطر که من مقارن انگلیسی اون رو دیدم با لغت KH که معنی خ میده، حالا شاید معنی دیگه در حقیقت به گونه دیگه ترجمه کردن. به هر حال ازشون سوال میکنم که یکی از مقامات بلند پایه حوثی ها بود، اعلام کرده بود اگر حملات آمریکا به یمن متوقف شود، ما حمله به آمریکا رو متوقف میکنیم. و جمله بعد از اون خیلی جمله به نظر من پخته‌ای هست و شاید جمهوری اسلامی از اینها هم یاد بگیره. میگه که ما خودمان را در حال جنگ با مردم آمریکا نمیدانیم. یعنی اصلا صحبت از دولت ترامپ و بحثایی از این قبیل نیست. یعنی خیلی به نظر من پدیده مهمی هست که عزیزان بهش توجه بکنن. اسرائیلی ها کاملا در جایی قرار گرفتن، اصلا خبر نداشتن از این ماجرا و خودشون هم اعلام کردن که ما خبر نداشتیم و این رو اسرائیلی ها یک بی‌حرمتی به ران درمر دونستن که ران درمر مسئول هماهنگ کردن سیاست های دولت آقای ترامپ بود با اسرائیل درون منطقه خاورمیانه. درمر تمام تلاش خودش رو کرده بود که نماینده ترامپ که آقای ادم بولدره اون رو بی آبرو بکنه بعد از اینکه او با حماس مستقیما تماس گرفته بود و عزیزان من میدونن که اون مستقیما تماس گرفته بود برای آزادی چند گروگان آمریکایی که نهایتا اسرائیلی ها اون رو به هم زدن و دولت ترامپ بسیار در این ماجرا در حقیقت عصبانی بود از دست اسرائیلی ها. بعداً در حقیقت این آقای ادم بولدر در یک مصاحبه‌ای در آمریکا میگه ما عامل اسرائیل نیستیم، ما به دنبال منافع آمریکا هستیم و این شاید اولین باره که در تاریخ آمریکا، در تاریخ این روابط، نشون میده که به هر بار ترامپ و نمایندگان ترامپ از کارهایی که آقای نتانیاهو میکنه به شکل مختلف اینها رضایت ندارن. این آقای راندرمر با آقای مایکل والز که در شورای امنیت آمریکا مشاور آقای ترامپ بود با این در تماس بود و یکی از بحث‌ها اینه که آقای ترامپ به خاطر این آقای مایکل والز رو به سازمان ملل متحد بود
و نگذاشت که درون ادمنستریشن آمریکا باشه، درون آمریکا، به خاطری که این آقای والز با این آقای راندرمر مرتب در تماس بوده که فشارهای مختلفی روی دولت ترامپ بگذارن و اینم یکی از خبرهایی بود که در حقیقت این روزها آدم داره میخوره. برای اطلاع عزیزانم بگم که 4 گروه الان در درون دولت آقای ترامپ و خارج از دولت آقای ترامپ هستند که از راست افراطی که به شکل‌های مختلف روی دولت ترامپ اثر میگذارن. گروه‌هایی هستند که طرفدار پوتینند و مخالف اسرائیل. گروه‌هایی هستند که مخالف پوتینند و طرفدار اسرائیل و شکل‌های مختلف اون رو هم بگیرید که در حقیقت مخالف آقای پوتین هستن، مخالف اسرائیل هستن. این 4 در حقیقت گروهی است که در حال حاضر در دولت آقای ترامپ هست. من خدمت عزیزانم عرض بکنم که این آقای مایکل والز و این آقای راندرمر اینا نقش اساسی بازی کردن که دولت ترامپ رو قانع بکنن که به ایران حمله بکنه و آقای والز یکی از دلایلی که به هر بار از دولت بیرون رانده شده در حال حاضر اینه که دولت ترامپ یه وقتی اعلام کرد که من هرگز اجازه نمیدم که نتانیاهو ما رو درون منطقه خاورمیانه به جنگی مجبور بکنه. این خیلی بحث مهمی است که عزیزانم در حقیقت بدونن. آقای دریمر چهارشنبه به واشنگتن اومد به دنبال این تحولاتی که الان داره شکل میگیره که با آقای ویتکاف ملاقات بکنه و آقای روبیو. از ترامپ سوال میشه که اگه هوتی ها به اسرائیل حمله کردن چه میشود؟ او نگفت که هوتی ها نمیتونن حمله بکنن به اسرائیل، به خاطر که در جای دیگه شنیده بودیم که این قرارداد، این مذاکره فقط بین دولت آمریکاست و هوتی ها هم این ادعا رو میکنن. البته کشور عمان این ادعا رو رد میکنه که من خدمت عزیزانم خواهم گفت. در جواب به این سوال آقای ترامپ میگه که ما بعداً در مورد او صحبت میکنیم. نمیگه که هوتی ها در حقیقت این کار رو نباید بکنن. شما همه عزیزان من میدونید که در ماه می، در 13 ماه می، چند روز از الان، 5 روز از الان، آقای ترامپ به منطقه خاورمیانه میاد. دولت نتانیاهو از آقای ترامپ درخواست میکنه که به دنبال سفر به 3 کشور مهم منطقه خاورمیانه برای ترامپ، قطر، امارات و عربستان سعودی، یک مسافرتی هم در این سفر به کشور اسرائیل داشته باشه که آقای ترامپ این پیشنهاد رو قبول نمیکنه. یعنی نمیخواد که در حقیقت سفرش به 3 کشور عربی تحت شعاع حالا تبلیغات اسرائیلی ها بشه. حوثی ها اعلام کردن که البته ترامپ میدونه که منطقه خاورمیانه داره میاد به 2 دلیل. یکی در حقیقت دلیل اقتصادیه که بسیار دارن با کشورهای عربی و این 3 کشوری که من خدمتتون عرض کردم دارن در حقیقت وارد مراودات بالایی میشن. یعنی عربستان سعودی و کشور امارات یه چیزی معادل 2 تریلیون دلار میخوان که درون آمریکا سرمایه گذاری بکنن در کمپانی های مختلف آمریکایی. این رقم دوستان عزیز من یعنی 1000 میلیارد دلار، رقمی به هر بار کمی نیست. این در صورت به غیر از او 2 کشوری که بسیار دارند به خود در حقیقت کمک های مالی یا مراودات مالی میکنن با خانواده ترامپ، یکی کشور قطره و یکی کشور امارات. اماراتی ها در حقیقت اجازه دادن که آقای ترامپ یه دونه های رایزی هتل بلند در امارات بسازه و قطری ها زمینی رو در حقیقت دولت اختصاص داد به ترامپ که در اونجا یک میدان گلف همراه با یک هتل بسازه. این زمین متعلق به دولت بوده. کمپانیایی هم که در این شرکت میکنن اینها هم اسمش هست، من وقت عزیزانم رو نمیخوام بگیرم. حوثی ها اعلام کردن که این توافق فقط با آمریکاست و نه با اسرائیل و اسرائیل میتونه که مورد در حقیقت حمله قرار بگیره. اما عمانی ها اعلام کردند که این قرارداد به دنبال آزادی نویگیشن هست در دریای در حقیقت در دریای آزاد، دریایی که به لحاظ بین المللی به رسمیت شناخته میشه. این به چه تعبیریه؟ این به تعبیر این هست که نه، در حقیقت اگه یمنی ها به اسرائیل، یعنی به تردد کشتی ها که به هر کشور میرن اینها حمله بکنن، وقتی این قانون رو نقض کردن، میدونه که در حملاتی که هفته های گذشته به کشور یمن شد، یک بندر رو به طور تمام یمنی ها دست دادن و یک فرودگاه رو در سنا. اینها رقم بالایی بود، چیزای بالایی بود که یمنی ها فکر میکردن که اگه حملات در حقیقت ادامه پیدا بکنه ممکنه که به جاهای دیگه هم کشیده بشه. اما مهمتر از همه چیز اینه که دولت ایران به هر بار مجبور شد
به خاطر تهدید اینکه پای ایران رو به این مشاجره بکشن که از یمنی ها تقاضا بکنه که به هر با آمریکایی مذاکره بکنن. فرهیختگان غربی، کسانی که الان دارن مینویسن، اتفاقا همین بحث رو میکنن. میگن اون کسانی که در طول سالهای گذشته ادعا میکردن یا دولت ایران ادعا میکرد که نفوذی روی در حقیقت یمنی ها به اون تعبیر نداره که بهشون بگه چه کار بکنید و چه کار نکنید، این در حقیقت پدیده نادرستی بود و در مورد این هم نوشته شده که من امروز نمیخوام عزیزانم رو وقتشون رو در این اتاق بگیرم. بله، اسرائیل بندر حدیده و فرودگاه سنا رو زد که به هر بار ارقام خیلی بالا. من برگردم به بحث هسته‌ای ایران. دکتر نامور حقیقی عزیزم، دکتر رحیم‌پور بزرگوار تا چند دقیقه دیگه به اتاق میان که پیرامون این هم صحبت بشه. ببینید، درون آمریکا در حال حاضر یه بحث است که اصلا نگذارن که ایران غنی سازی بکنه. اتفاقا آقای ترامپ هم اعلام کرده که همین 2 روز گذشته که ما هنوز تصمیم نگرفتیم که ایران میتونه غنیسازی 3.67% بکنه یا اینکه ایران اصلا نباید غنیسازی بکنه. اما سر یه چیزی که در حقیقت درون آمریکا توافق هست، درون ادمنستریشن توافق هست، در اتاقای فکر توافق هست، اینه که ایران دیگه در حقیقت غروب آفتابی سانست دیگه نداره بر برنامه هسته‌ای خودش. وریفیکیشن، لغتی که به کار برده میشه تکنیکال وریفیکیشن. و تمام بحث در حقیقت اینه که در برجام در سال 2030 وقتی که پایان در حقیقت برجام به سانست خودش میرسید، ایران میتونست مادامی که در NPT میموند و در حقیقت برنامهش حالا به روایتی صلح آمیز هست، اما میتونست که به هر بار تا حد 60%، نمیدونم 20%، هر چیزی غنی سازی بکنه. اما الان توافق هست تو اون آمریکا که ایران دیگه سانستی نخواهد داشت. اگه به ایران اجازه داده بشه که ایران به غنیسازی 3.67% برسه، وقتی که همه چیز دیگر رو بر جمع بکنه، تمام این ماشین های در حقیقت غنیسازی مدرن رو، همه در حقیقت بحث های این گونه. ونس یک صحبتی داره در هفته گذشته که اینم جالبه که عزیزانم بدونید، که نشون میده که دولت آمریکا اگرچه در حال حاضر ادعا میکنه که هنوز نمیدونیم، اما تقریبا بحث درون اینه که اجازه بدن که ایران مذاکرات در حقیقت ایران بتونه اون 3.67% رو غنیسازی رو بگیره، اما دیگه هرگز به سانست نرسه، هرگز یه بیشتر از اون غنیسازی نکنه. و وریفیکیشنی که الان دارن ازش صحبت میکنن کاملا یه وریفیکیشن دیگه است. یعنی عزیزانم، نظارتی که آژانس و نهادهای بین المللی روی ایران خواهند داشت بعد از این توافق کاملا با گذشته فرق میکنه. یعنی اینکه این وریفیکیشن یا ارزیابی دقیق هر زمانی در حقیقت میتونه صورت بگیره و دولت ایران به هر حال دیگه نمیتونه که مخفی سازی بکنه در این رابطه. یا وقتی که مثلا به عنوان مثال از ایران سوال میکنه آژانس، که یه سوال میکنه و ایران جواب میده که این به شما مربوط نیست، در آینده هر چیزی که در حقیقت اتفاق بیفته به آژانس بین المللی در حقیقت معروفه. و امروز من مقاله رو میدیدم از سازمان بولتین آف اتمیک ساینتیست. عزیزانم، این مجانیه، میتونید عضو بشید، مقالات اینها رو بخونید. تا به حال چندین مقاله در این رابطه کار کردن. البته من چیزای دیگه هم در حقیقت خوندم در این رابطه، اما این مقالات اینها در مورد برنامه هسته ایران بله چشم آرومتر صحبت میکنم، نمیدونستم که آروم نیستم. بله، اینه که آقای ونس اظهار نظر کرده که ما به دنبال ایران قدرتمند هستیم، ایرانی که بتونه که اقتصاد خودش رو اداره بکنه و اگه ایران بخواد برنامه هسته‌ای داشته باشه ما هیچ مشکلی با این برنامه هسته‌ای نمی‌بینیم، اما هرگز اجازه نمیدیم که این برنامه هسته‌ای به سمت در حقیقت به سمت بمب در حقیقت پیش بره. یکی از خبرهای دیگه‌ای که عزیزان من شنیدن در این روزها، تغییر نام خلیج فارس به اسمی که آقای ترامپ در حقیقت حالا گفته، این خبر لیک کرده بیرون، به نام Arabian Gulf یا اینکه The Gulf of Arabia. این دوتایی هست که آقای ترامپ پیشنهاد کرده بوده. بزرگوارم سیانت عزیز، خوش اومدی عزیزم، منتظرت بودیم. عرض ادب. قربونت برم، منتظرت بودیم. آقای عراقچی یک توییتی داره در این رابطه که به نظر من توییت بسیار خوبی هست و آقای ویتکاف هم توییتی داره و آقای ویتکاف خیلی با این سیاست موافق نیست،
که در حال حاضری که درون منطقه هستیم و داریم مذاکره با ایران میکنیم وارد یک مشاجره جدید بشیم. همه عزیزانم میدونم که از قرن در حقیقت 15 یعنی از سالهای 1600 نام خلیج فارس همیشه خلیج فارس بوده، همیشه خلیج فارس میماند و الان هم بسیاری آدم هایی که خردمند هستن دارن با آقای ترامپ پیشنهاد میکنن که الان این کار رو نکنه و این کار میتونه که به هر بار به مذاکره و بحثایی از این قبیل صدمه بزنه. هیچ الان من نمیدونم، البته میدونید که کشورهای عربی سالها بوده که لابی میکردن برای اینکه کشورهای غربی خلیج فارس رو نام دیگه روش بگذارن و به نام دیگه اون رو بشناسند. دولت ایران هم همیشه به هر بار امتناع کرده به شکل‌های مختلف، اما الان به هر بار دولت ترامپ غیر قابل پیش بینی حتی در مورد اسرائیل. اون کسانی که به دنبال این بودن که آقای ترامپ به ایران حمله بکنه و نظام فروپاشی بشه الان خیلی راحت دارن میبینن که آقای ترامپ از هویت ملی ما مایه میگذاره و هویت ملی ما رو حاضره که خدشه‌دار بکنه به خاطر منافع شخصی خودش. جناب رحیم‌پور عزیزم، من تمامم شرمنده شما عزیزانم اگه در حقیقت بحثام یه مقداری بالا پایین رفت، میبخشید، من رو در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، من یه سوال داشتم خدمتتون، اگر اجازه بفرمایید اون رو هم بپرسم در در خدمت. خدمت دکتر اشکر داشتم. خیلی بزرگ. آقای دکتر بخش، این جریان تعویق مذاکره ها یک بخشیش گفته شد مرتبط بوده به این که اختلاف نظر وجود داشت بین تیم‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا و سر این مسئله که یعنی در واقع سر دو تا مسئله غنیسازی و همینطور توان موشکی و گویا نتیجه تصمیم نهایی بایستی در پایتخت‌ها گرفته میشد. بنابراین این یه مقدار باعث شده بود که مذاکره با تعویق مواجه بشه. بعد خبر مسافرت ترامپ که مطرح شد، این یه مقدار ذهنیت در واقع رسانه‌ای رو در افکار عمومی تغییر داد، به ویژه که ترامپ این نکته رو هم در مورد غنیسازی هم در مورد توان موشکی گفتش که من بعداً در این مورد نظرم رو خواهم گفت. این یه مقدار به نظر می رسید که انگار که در کاخ سفید اختلاف نظر وجود داره. من دیروز مصاحبه آقای عزودی رو هم توی بی بی سی داشتم میدیدم، ایشون هم داشت، سین عزودی رو دارم عرض میکنم، از یک دو دستگی صحبت میکرد در کاخ سفید پیرامون این مسئله. حالا سر این قضیه مشاور والتز که رفت و دوباره مسئله مارک روبیو هست که باید اون کارها رو ادامه بده. فکر میکنید که کاخ سفید هنوز به یک سناریوی مشخص در خصوص حد و مرز توان موشکی و برنامه غنیسازی جمهوری اسلامی نرسیده؟ آیا این درست میتونه باشه این تعبیر؟ حرف شما دکتر رحیم‌پور کاملا درسته که الان اختلاف سر دو پدیده است. یکی در حقیقت غنیسازیه که این صحبت دو پهلوی آقای ترامپ که ما هنوز تصمیم نگرفتیم، این برمیگرده به این که چگونه مذاکره بشه. این یک پدیده است و یکی برنامه موشکی ایران. این تعابیر همون گونه که شما فرمودید در این رابطه است. حرف سینا کاملا درسته. من خدمتتون عرض کردم درون دولت ترامپ در حال حاضر حداقلش اینه که بسیاری در مورد ایران، هاکا در مورد ایران، مثل روبیو، مثل آقای والتز که رفت به سازمان ملل متحد، که اینها مواضع کشور اسرائیل رو دارن، میخوان که دولت ترامپ برنامه هسته ایران رو برچینه. یعنی میخوان این حق رو به ایران ندن که ایران غنیسازی 3.67% بکنه. به نظر من خب برنامه هسته ایران سیاسی بوده. من عزیزان اینو بدونن، این موضع منه. ما مجبور نبودیم که در طول تاریخ کشورمون این کشور رو فقیر و بدبخت بکنیم تا جایی که امروز ما آنچنان امتیازی نداریم و آنچنان امتیاز ما در حقیقت در سطح پایین قرار گرفته که آقای ترامپی که داره با ایران مذاکره میکنه و میخواد که این مذاکره به دلایلی به توفیق به موفقیت برسه، به خاطر که کشورهای عربی میخوان و حاضره که در حقیقت یا در مورد نام خلیج فارس، نام خلیج همیشه فارس در حقیقت صحبت میکنه. اینه که دکتر رحیم‌پور بزرگوارم کاملا بحثتون درسته که یکی در حقیقت برمیگرده به غنیسازی. دو دسته هستن، همینجور که من خدمتتون گفتم. خود ترامپ و ویتکاف و جی دیونسی که کاملا تحت کنترل آقای ترامپ، کنترل هم که من دارم میگم نه به معنی اینکه نظرات مخالفی میده و آقای ترامپ نظراتش رد میکنه، بلکه ایشون پیرو به نظرات آقای ترامپه.
اینها در حقیقت بر این جنبندی هستند یا بر این نظر هستند که میشد به ایران غنیسازی 3.67 رو داد با وریفیکیشنی که من خدمتتون عرض کردم. در همین مقاله‌ای که من به شما معرفی کردم، سازمان اتمیک انرژی داره صحبت میکنه که ربات هم میتونن به کار بگیرن برای وریفیکیشن که دولت ایران نتونه که در حقیقت از زیر وریفیکیشن در بره. این مقدار کار رو راحت تر میکنه. در مورد برنامه موشک ایران بله هنوز بحث است دکتر رحیم پور. باز مجددا آقای والز، آقای روبیو، ناتانیاهو و راست افراطی، همین آقای درمری که من صحبت کردم، به دنبال این هستن که در این مذاکرات همه برنامه موشک ایران تعطیل بشه. اما دولت ترامپ بر این باور نیست. این اختلافات هست، اما جای در حقیقت شاید در این مذاکرات اگر عزیزانم این رو برای کشور مفید بدونم. من هیچ کاری در حقیقت به نظام دوم ایران ندارم. عزیزانی که من رو در طول این سالهای گذشته دنبال کردن میدونن من مخالف جنگ بودم، مخالف تحریم بودم، به خاطر اینکه تحریم طبقه متوسط کشور ما رو فلج کرده و در هر کشوری که در حقیقت شما میدید طبقه متوسطتون اگه قدرت داشته باشه اون به اصطلاح میگن موتور تغییرات و ما این طبقه متوسط رو مجددا باید بسازیم برخلاف میل این نظام، برخلاف میل بسیاری دیگه که نمیخوان که جامعه سیاسی ما در حقیقت دون ایران شکل بگیره، پا بگیره. من صحبت از احزاب دارم میکنم. ما باید به اون سمت بریم جلو و نشونم دادیم که در مسئله حجاب، در مسائل دیگه مردم قدرت اون رو داشتن، شهامت اون رو داشتن، شرافت اون رو داشتن، مردم که در مقابل این نظام بیستن و اجازه ندن که سیاست این نظام به هر حال بتونه که بر کشور اعمال بشه. بله جناب رئیس‌جمهور بزرگوارم، من هم تایید کردم دو تا صحبت شما رو و هم این که درون دولت ترامپ الان مخالفت هایی هست، اما نهایتا این به خود آقای ترامپ برمیگرده. ایران اگه به فکر کاری هست در این رابطه، یه روابط مخصوصی با آقای ویتکاف رو باید درست بکنه، مثل کاری که آقای ظریف با کری کرد که بتونه از اون طریق حرف بزنه. میدونی که در مذاکرات، شما در مذاکرات اگه اون روابط انسانی رو برقرار نکنید به راحتی در حقیقت نمیتونید مذاکرات رو به سرانجام برسونید. اینه که من امیدوار هستم که اون رو بفهمن و بدونن که در حقیقت این رابطه انسانی بسیار مهمه و هوای آقای ویتکاف رو بدون تعارف داشته باشن که این مذاکرات به سرانجام برسه و راست افراطی نتونه ویتکاف رو بزنه. میدونید شما همه عزیزانم که ویتکاف شریک تجاری آقای ترامپ بوده، شریک تجاری آقای ترامپ میمونه و رابطه این دوتا به سالهای گذشته برمیگرده و این نقش به هر حال نقش بسیار مهمیه. آقای ترامپ رابطه آنچنانی با آقای ضمن اینکه همین دیروز پیروز هم که به عنوان عضو دولت دیگه بالاخره قسم خورد دیگه، بله یعنی نقشش خیلی تاثیرگذارتر میتونه باشه. نقشش بسیار تاثیرگذاره دکتر رحیم‌پور، به خاطر اینکه نشون داده که نقشش میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی بسیاری میگفتن که اینم مثلا آقای ویتکاف هم اینجا اونجا، ولی که آقای ویتکاف تنها آدمی هست در این ادمنستریشن آمریکا که هر زمانی بخواد با آقای ترامپ تلفن بزنه و دسترسی داشته باشه به ترامپ برای اون میسره. حتی در حقیقت آقای جی دی ونس یه چنین در حقیقت اکسسی رو نداره، یه چنین دسترسی رو نداره. روبیو و بقیه که اصلا از سرشون بگذشت. میبخشید بزرگوار. خیلی ممنونم آقای دکتر بخش، خیلی متشکرم. من خدمت ریحانه عزیز همینطور آقای دیانت بزرگوار عرض ادب دارم. سلام، خیلی خوشحالم میبینم. مرسی. آقای دکتر نامور هم حتما اضافه میشن به جمعمون. بریم خدمت جناب آقای دکتر اشکر. مستقر شدین یه جا؟ بله بله همچنان بله. دکتر نامور رو دیدی؟ دکتر رحیم‌پور دکتر نامور رو دیدی یا هنوز ندیدی؟ نه هنوز نیومد. آره میاد، دکتر نامور میاد. میبخشید. آقای دانشگر بفرمایید. بله، عرض درود و ادب و احترام مجدد دارم خدمت همه عزیزان بزرگوارانی که به تازگی به ما پیوستند، جناب دیانت عزیز، سرکار خانم همتی و بقیه بزرگواران شنوندگان محترم. خب من اگه بخوام آغاز بکنم از آخرین تحولات، واپسینش همین توافق آتش بسی است که در دریای سرخ اتفاق افتاد و خب متضمن تعهد حوثی‌ها بود به عدم حمله به کشتی‌های آمریکایی و خب در مقابل توقف حملات ایالات متحده به حوثی‌ها در یمن. این از جنبه‌های مختلفی قابل بررسیه و به نظرم در کوتاه مدت، یعنی به هر حال تعداد بازیگران
حساسیت ژئوپلیتیک مسئله در مورد مسئله مذاکرات و پرشتاب بودن حوادث امکان پیش بینی ها یا ارزیابی های میان مدت و بلند مدت رو میگیره در مورد مسئله مذاکرات. اما دست کم در کوتاه مدت تصویر به نظرم قدری داره روشن‌تر میشه. یک نکته این هست که یعنی نکته مهمتر و عمده، برخلاف آنچه جمهوری اسلامی ادعا میکرد و برای بار چندم ثابت شد که به دو مطلب با هم ثابت شد: این که مذاکرات نمیتواند صرفا محدود به برنامه هسته‌ای بماند، الا و لابد در مسیر مذاکرات مسئله نقش منطقه ایران پاش به میان خواهد آمد و جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره، تصمیم جدی بگیره. به نظرم تصمیمات جدیتر و سختتر از این هم باید بگیره. حالا شواهد و قرائنش رو عرض خواهم کرد در ادامه. و مذاکرات غیر مستقیم هم ممکن نیست، پس نه محدود و نه غیر مستقیم امکان تداومش نیست. نکشیدن مذاکرات به دور چهارم تا اینکه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که در مورد مسئله منطقه‌ای حتی آف دی ریکورد عرض کردم 2 هفته قبل در همین اتاق که باید جمهوری اسلامی در این مورد تصمیم بگیره و بپذیره این واقعیت رو که حالا چه در دستور کار مذاکرات باشه نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی و نیابتی هاش، چه نباشد، پای میز مذاکره جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره در مورد اونها و استفاده بکنه. نشان به آن نشان، حالا شواهد و قرائن رو عرض میکنم، یعنی دلایلم رو عرض میکنم که چه شد و با استناد به چه چیزی عرض میکنم که به هر حال همچنان که پیش بینی میشد در فرایند مذاکرات وقتی به جزئیات میرسیم نه مذاکره غیر مستقیم ممکنه، نه مذاکره فقط بر سر مسئله هسته‌ای ممکنه و حالا مطلوبم نیست اصلا. برای اگه شما به عنوان یک نیروی سیاسی، کسی که توصیه ریکامندیشن پالیسی به اصطلاح تدوین میکنید به تصمیم گیران، اساسا این طرح مذاکره محدود غیر مستقیم موفق نیست و عملی نیست. یک اینکه 24 ساعت یا تا 48 ساعت قبل از اعلام توافق و آتش بس، هم به خصوص بعد از هدف قرار دادن فرودگاه بنگوریون توسط حوثی‌ها، هم روزنامه کیهان و هم آقای شمخانی به صورت هماهنگی از این صحبت کردند که این حملات حوثی‌ها میتواند به ایران در مسئله مذاکرات دست برتر و دست بالاتر بده. این در حالی بود که آقای خامنه‌ای تصریح کرده بود، یعنی در اون تاکتیک اولش که گردن نگرفتن نیروهای نیابتی بود، اظهارش و ادعاش این بود که نیابتی ها به ما کاری ندارن، ما مسئولیتش رو نمیپذیریم. اینا گروه های مقاومتی هستند که در گوشه و کنار منطقه هر کدام با انگیزه های مختلف تشکیل شدن، ما هم اعمال نفوذی نداریم. اما یک باره کیهان بعد از عملیات فرودگاه بنگوریون آمد و ادعا کرد که این میتونه دست بالا بده یا موقعیت ایران رو بهبود بده در مذاکرات. این یعنی اینکه اذعان ضمنی از اینکه فقط مذاکرات محدود به مسئله هسته‌ای است، الا و لابد، که بعدا هم شامل شد. بعد روشن شد که از 1 هفته قبل حوثی‌ها نامه فرستادند به ایالات متحده و خواستن از گزارش وال استریت جورنال اینو میگه که مذاکره بکنن در مورد توقف حملات، در ازای خب از اون هفته هم شدت حملات آمریکا و وسعتش بالاتر گرفت برای اینکه بتونه موقعیت بهتری و شرایط بهتری رو تحمیل بکنه، شرایط بیشتری تحمیل بکنه به حوثی‌ها. نشانه سوم چی بود؟ این بود که مقام ایرانی با نیویورک تایمز مصاحبه کرده. البته نیویورک تایمز اسمش رو فاش نکرده، اما گفته که جمهوری اسلامی از نفوذ خودش بر روی حوثی‌ها استفاده کرده برای اینکه اونها رو ببره پای میز مذاکره. و خب دیدیم بعد از این توافق بود، بعد از اظهار نظر آقای ترامپ دیروز بود که خبرها به تدریج آمد در مورد دور 4 مذاکرات. این تصویر بزرگ، این یک نشانه است از تصویر بزرگ ماجرا. اون هم چیه؟ اون هم این است که جمهوری اسلامی صرفاً 3 هفته، حالا من بگم اتلاف وقت، به تعویق انداختن، نگه داشتن جامعه کشور در حال تعلیق، صرفاً و صرفاً اصرار بیهوده. و حالا امروز نکته جالبتر در مورد حالا این که مذاکرات حتما باید فراگیر باشه، در مورد مسئله منطقه‌ای هم شامل بشه. از یک طرف شواهد قرائنش رو عرض کردم، از طرف دیگه امروز آقای احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی آمده و میگه که ما احتمالاً در شرایط برابر حاضر به مذاکره مستقیم هم بشویم. تازه یدعوت اهرنوت ادعا کرده بود که اساساً آقای عراقچی پیشنهاد مذاکره مستقیم داده برای دور 4 که وزارت خارجه ایران تکذیب کرد.
ولی امروز آقای احمدیان تلویحا تایید کرده که بله، جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره مستقیم یعنی ممکن مذاکره مستقیم هم بکنه در شرایط برابر، اگه آمریکا مثلا زبان تهدید رو ازش عقب نشینی بکنه، مثلا سر مسئله تحریم هایی که امروز بر صنعت نفت آقای بازرگان و پتروشیمی ایران آقای ترامپ اعمال کرده. یا آخرین اخبار چند ساعت اخیره، این خبر آقای احمدیان. خب این نشون میده کسانی که میگفتند از روز اول که مذاکرات نمیتواند محدود باشد، نمیتواند غیر مستقیم باشه، ممکن نیست، دورانش گذشته، موقعیت منطقه‌ای ایران دیگه آنچنان نیست، محور مقاومت فرو پاشیده و در سایه این فروپاشی اساساً با ذیل پارادایم 2015 و برجام گفتگو امکان پذیر نیست. خب روشن شد که بله این چنینه و باید این مسیر ادامه پیدا کنه. این خب اقدام مثبتی بود، یعنی پذیرش این واقعیت که باید در مورد حوثی‌ها، اگه خاطر دوستان باشه هفته گذشته در همین اتاق در مورد حوثی‌ها همین عرض شد که نمی شود جمهوری اسلامی الان بعد از این همه سال، بعد از اینکه اساسا در 2015 یکی از تعهداتش این بود که در مورد مسئله منطقه‌ای بعد از مسئله هسته‌ای مذاکره بکنه، بیاد و به صورت بسیار بسیار محدود انتظار داشته باشه مذاکراتی به سرانجام برسه. حالا هم باز با عنایت به همون باز باید گفت که بدون تعیین تکلیف مسئله تخاصم با اسرائیل، باز مذاکرات در چند هفته آینده میشه حد زد که به بنبست هایی ولو موقت بخوره، یعنی در کوتاه مدت، تا مسئله اسرائیل روشن نشه و جمهوری اسلامی تصمیم سختش رو نگیره در مورد تخاصم با اسرائیل. سیاستی که بارها دوستان از بنده شنیدن، نه مبنای شرعی، نه عقلی، نه قانونی، نه عرفی، نه عقلی، هیچ مبنایی نداره. نابودی اسرائیل، سیاست نابودی اسرائیل، تخاصم با اسرائیل. شما میتونید منتقد اسرائیل باشید مثل همه دولت‌های دنیا که منتقد اسرائیل، میتونم نباشید که به نظر من دلیلی هم نداره که باشید. حالا میخواید باشید، هر کی میخواد باشه. اما تخاصم، نابودی و اونم در قالب هایی که جمهوری اسلامی پیگیری میکنه که خروجیش یهودی ستیزی است، حالا ولو اینکه تصریح بهش نمیکنه، این هیچ خروجی نه برای ایران، نه برای حتی مسئله فلسطینی ها داره. شما امروز و حتی مسئله اعراب داره. شما امروز من پیشنهاد میکنم دوستان سرمقاله اول الشرق الاوسط رو تاکید میکنم، سرمقاله اول الشرق الاوسط رو دوستان حتما بخونن. الان با چت جی پی تی ترجمه هم خیلی ساده شده. آقای محمد شیاع السودانی درباره سران اجلاس سران کشورهای عرب یه مقاله نوشته در مورد اینکه عراق میخواد چیکار بکنه در این سران. نگاه کنید زبان و لهجه رو و صحبت هایی که در منطقه داره میشه و جمهوری اسلامی نمیخواد، حالا تا الان نخواسته این رو بپذیره. میگه که عراق یک بازیگره. من آخر مقاله دو تا پاراگراف آخر رو میخونم خدمت دوستان که ما بازیگر تنها و منزوی در جهان عرب نخواهیم بود. این بازیگر تنها و منزوی ناظر به نقشی است که عراق به عنوان جزئی از محور مقاومت ایفا میکرد، بلکه میخواهیم در جمع برادران عرب با اعتماد سازی دوران جدیدی رو از شراکت سیاسی و اقتصادی رو با برادران عرب در منطقه تأسیس کنیم. امنیت ملی عربی، الامن القوم العربی، امنیت ملی عربی به صورت یک پارچه برای عراق تعریف میشه، از نظر عراق تعریف میشه، یعنی امنیت ملی اردن مثل امنیت ملی عراق، امنیت ملی مصر و امنیت ملی عربستان سعودی مثل امنیت ملی عراق، و نمیشود امنیت ملی کشورهای عربی رو بدون یک همکاری دو جانبه، چند جانبه، یک سیاست متوازن و نهادهای قوی که مصالح ملی اعراب رو حمایت میکنند محقق کرد. این امنیت ملی عربی قابل تحقق بدون اینها نیست. ما به دنبال مشارکت فعال عراق و همه کشورهای عربی برای ترسیم چهره جدید خاورمیانه از راه یک سیاست خارجی متوازن، یک رهبری آگاه، یک نگاه رویکرد توسعه گرا و بنا بر شراکت‌های استراتژیک هستیم و از بغداد به همه پایتخت‌های کشورهای عربی اعلام می‌کنیم که الان دوران تازه‌ای است، عراق زمین تازه‌ای است، راه تازه‌ای رو در پیش گرفته و اراده تازه‌ای در عراق حکم فرما شده. اینا یه سری لوازمی داره، این روی کرد یک سری لوازمی داره عملا پیاده کردنش. یعنی پرونده تخاصم های به سبک 7 اکتبر رو عراق میخواد ببنده، کما اینکه در همین در دوران اخیر بعد از 7 اکتبر این رو عراق نشون داد. این روی کرد رو اشاره میکنه در صدر مقاله خود آقای السودانی به نقش خودش و دولتش و کاری که انجام داده برای اعتماد سازی با جهان عرب. به هر حال عراق از 7 اکتبر به این طرف
پایگاهی برای مقاومت و اون استراتژی که آقای نصرالله در لبنان میخواست تحمیل بکنه به اجزای محور مقاومت، یعنی یک پارچگی میدان، وحدت ساحات به اصطلاح نشد دیگه عراق. آقای سودانی در همین مقاله من توصیه می‌کنم دوستان بخونن، خیلی مقاله کوتاهی است، خواندنش 3 دقیقه است، فکر بدید چت جی پی تی هم راحت براتون ترجمه سلیسی میکنه. و مهمه، نشون میده همسایه ایران، حالا من نمیگم همه این چیزایی که داره ترسیم میکنه در سیاست که اینجوری نیست که همه این آرزوها یک شبه محقق بشه، حتما موانعی داره، ولی این روی کرد با همکاری که آمریکا داره، نظارتی که حضوری که آمریکا داره، حضوری که عربستان سعودی داره، سرمایه گذاری هایی که داره جذب میشه، 100 میلیارد دلار ذخیره‌ای که عراق داره در آمریکا، خب نشون میده که رویکرد منطقه کجاست و به چه سمت و سویی داره امور میره. حالا ایران هم درگیر یک مذاکراتی است. از 3 هفته قبل که آغاز شد گفته شد بارها و بارها مذاکرات نه محدود میتونه باشه باقی بمونه به مسئله هسته‌ای، نه میتواند غیر مستقیم باقی بمونه. حالا آقایون بعد از 3 هفته کش و قوس، آقای احمدیان امروز میگه مذاکره مستقیم میکنیم، آقای شریعت مداری و دوستانشون هم فهمیدن که بله چاره‌ای نیست جز آوردن نیابتی ها روی میز. و حالا هم اخبار داره از لبنان میاد که تحت شرایطی حزب الله ممکنه بره سر میز مذاکره، به شرط اینکه البته شرایطش گفته بیرون آوردنش از گروه‌های تروریستی توسط آمریکا در قبال مناقشه خلع سلاح یا ادغامش در ارتش، حالا طرح‌های مختلف. به هر حال تجربه این 3 هفته و تجربه حالا 3 هفته که تازه مذاکرات شروع شده، یک دهه است بسیاری میگن که مسئله ایران با ایالات متحده باید در قالب یک بسته فراگیر، یک بسته مذاکراتی فراگیر حل و فصل بشه. خب وگرنه چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی، حالا بریم سراغ این که جمهوری اسلامی این تصمیم بزرگ و مهم رو نگیره، تصمیم به ترک مخاصمه رو امروز نگیره، یک مانع مهم و عمده اینجا وجود داره، آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو نشون داده، ببینید امروز فاکس نیوز یک خبری، چون دیدم دوستان در چت روم نوشتن، یک خبری در آستانه دیدار آقای ویتکاف و آقای عراقچی، حالا احتمالاً یک شنبه در آستانه سفر آقای ترامپ به خاورمیانه، فاکس نیوز یک خبری که مربوط به ماه فوریه است در مورد یک پایگاهی در سمنان باز دوباره منتشر کرده. من تا جایی که پیدا کردم جزئیات تازه‌ای نداشت اون خبر، نمیدونم حالا دوستان اگه جزئیات تازه‌ای دیدن تو اون خبر بفرمایید. این یه نمونه است از کاری که اسرائیل میتونه بکنه در آمریکا، هم لابیش، هم ابزار رسانه‌ایش رو داره، هم ابزار کارگزاریش رو داره، هم رویکردی رو داره که نمایندگی میکنه این رو، یعنی رویکرد استراتژیک و راهبردی رو که این رو نمایندگی میکنه و میتونه این سیاست رو پیش ببره. امروز اسرائیل هیوم 2 ساعت قبل 3 ساعت قبل خبر داده از 2 مقام بلندپایه آمریکایی که آقای ترامپ به شدت ناامیده از همکاری آقای نتانیاهو و معتقد جنبندیش این است که آقای نتانیاهو هر کاری داره میکنه برای اینکه آمریکا رو بکشه به جنگ با ایران. خب این یعنی که باید هر کسی تصمیم میگیره و بنا داره کشور رو، سایه جنگ رو از سر کشور دور کنه و حالا در مرحله بعد ما اصلا بتونیم به چیزی به نام توسعه و مسئله معیشت مردم فکر بکنیم، باید مراقب این چالش باشه و تکلیفش رو با این مسئله عرض کردم بیهوده، نه شرعی، نه قانونی، نه عرفی، نه اخلاقی، به نام نابودی اسرائیل و تخاصم با اسرائیل روشن بکنه. وگرنه آقای نتانیاهو همون جور که برجام رو زمینگیر کرد، بسیار امکانات متنوعی داره برای اینکه این کارو بکنه. آقای ترامپ در نهایت تصمیمش فعلا داره در حوزه‌های دیگری، در زمینهای دیگری به اسرائیل امتیاز میده برای اینکه اسرائیل رو به اصطلاح یک اطمینان خاطری بهش بده به لحاظ امنیت ملیش. یعنی در سوریه آمریکا عامدانه تحریم‌ها رو بر نمی‌داره، ورود نمی‌کنه، دست اسرائیل بازه برای اینکه فعال مایش‌های عملاً در سوریه، برای اینکه بتونه هم با ترکیه هم با بازسازی حزب الله مواجهه کنه. در لبنان دست اسرائیل رو باز گذاشته، آمریکا عملاً تماشاگره در لبنان. در یمن خب بمباران‌های آمریکا سهم بسزایی داشت در تضعیف حوثی‌ها و احتمالاً به نظر میرسه این توافق حوثی‌ها رو باز خواهد داشت از اینکه بخوان مجددا اسرائیل رو هدف قرار بدن. بنابراین در جاهای دیگه هم آمریکا فعلا داره مدیریت میکنه اسرائیل رو، ولی این پنجره بلند مدتی پیش روی جمهوری اسلامی نیست. به محض آمریکا در داخل ممکنه با مشکلات متعددی آقای ترامپ مواجه بشه، به لحاظ اقتصادی نیاز داشته باشه به اینکه حزب جمهوری رو یک پارچه کنه. الان حزب جمهوری 2 پاره شده بر سر مسئله ایران. آقای ترامپ عملا داره از ابزارهای دیگه استفاده میکنه برای اینکه این اتحاد رو حفظ بکنه. اگر در ایران این تعلل، این دست کردن بعد 3 هفته، حرفی که از 3 هفته پیش، 1 ماه پیش بهشون گفته میشد که آقا مذاکره غیر مستقیم، یکی توی طبقه یکی توی طبقه دیگه معنی نداره، مذاکره فقط بر سر هسته‌ای ممکن نیست، عملا شرایط منطقه تغییر کرده. بعد 3 هفته 1 ماه به این نتیجه رسیدن. الان هم باز ادامه خواهند داد.
در جاهایی در حوزه‌هایی مجبورن به تنش و درگیری و نمیدونم انفجار و خرابکاری و فشار رسانه‌ای تا باز دوباره بخوان بعد از یک مدتی برسن به همین جنبندی امروز. جنبندی امروز خیلی راحته. شما از خرداد 1342 که آقای خمینی طرح اسرائیل ستیزی رو ادغام کرد در مبارزات سیاسیش تا امروز 15 سال تا 57 45 سال بعد از پیروزی 60 سال 6 دهه میگذره. الان نوبت این است که این سیاست بازخوانی بشه. آوردش برای جغرافیای ایران، منافع ملی ایران چی بوده؟ اسرائیل ستیزی صفر، بلکه زیر صفر. شما رو در دوران شکوفایی هوش مصنوعی عقب انداخته، در نقاط عطف فناوری و تکنولوژی و سرمایه گذاری ایران رو در حوزه انرژی، حالا آقای باباخان تشریح بردن، عقب انداخته، در حوزه هوش مصنوعی عقب انداخته و میاندازد بیشتر و بیشتر بابت هیچ و پوچ. امروز وقت تصمیم جدی است، بیش از هر زمان دیگری، وگرنه منطقه ما تقریبا یک اجماع برش وجود داره که آقا ما راهی جز توسعه نداریم، وگرنه حکومت‌های منطقه دستخوش حوادثی از قبیل بهار عربی خواهند شد. این بحث مفصلی است، هفته آینده دربارش بحث خواهیم کرد که کشورهای منطقه از مصر، اردن، مراکش، تونس همه دارن چه طرحهایی رو یک به یک پی میگیرن برای اینکه ثبات بدن به فضای سیاسی کشورهاشون، و ایران هم اگر دنبال چنین ثباتی است و بعد رفتن به سمت توسعه، راهی غیر از این نداره. ببخشید آقای دکتر رحیم‌پور اگر طولانی صحبت کردم، ممنون. خیلی متشکرم، ممنونم. حالا این نکاتی که آقای دکتر ناشکر در مورد عراق و اینا گفتید، اگر فرصت شد بعد از صحبتایی که آقای دکتر نامور و آقای مسعود بخوانی داشته باشد، من این مسئله ای رو در مورد انتخابات مطرح می‌کنم. من نمیدونم هفته گذشته شما پیرامون اون مقاله‌ای که از شرق الوسط نوشته بود در مورد نفوذ جمهوری اسلامی بر روی مسئله انتخابات عراق صحبت کردید یا نه؟ اگر نکرده باشید، بعد از صحبت‌های آقای باباخانی و آقای نامور در اون مورد من یک دو تا نکته رو عرض می‌کنم و برمیگردم خدمتتون برای یک دو تا سوال. خواهش می‌کنم. من اینجا صحبت نکردم، آقای دکتر ناور صحبت کردم، کوتاه هم صحبت کردم. شما بفرمایید. شما بفرمایید. پس اون عرض خواهم کرد. خب پس اگر اگر مایکتون بسته میشه آقای رحیم. آره بسته شد، ببخشید، عذرخواهی میکنم. خب اگر من اولا که خدمت آقای دکتر نامور عزیز و همینطور آقای مسعود باباخانی بزرگوار عرض ادب دارم. برسیم خدمت آقای دکتر نامور، بعد خدمت آقای باباخانی هم خواهیم بود و خواهیم شد صحبت. آقای باباخانی دکتر نامور، این چشم انداز شما بعد از قضیه سفر ترامپ چیه برای خاورمیانه؟ شما فکر میکنید که مثلا سفرش و طبیعتا گفتگوهایی که با احتمالاً کشورهای منطقه مثل عربستان یا احیانا با اسرائیل داشته باشه میتونه توی روند ادامه مذاکره ها تاثیر بذاره؟ فعلا ما زمان قطعی مشخص نشده دیگه برای دور چهارم. فعلا ظاهرا یک شنبه شده، حالا قطعی نشده، ولی فکر می‌کنم همین یک شنبه جلسه بعدی باشه. ولی در مورد آقای ترامپ، برای آقای ترامپ که میاد دنبال این است که یه چند تا نمایش داشته باشه. نمایش اولش مسئله این که این اعراب یه چیز 3-4 تریلیون دلاری دارن، بتونه 1.5 تریلیون دلار از اینا قرارداد داد بگیره. عربستان قول 600-700 داده. امارات هم خوب میدونید که فاند ابوظبی یه فاند 1.8 میلیاردی داره. در نتیجه من فکر میکنم قطر هم همین عدد خیلی بزرگی داره و این دنبال این است که این سفر بتونه اولین سفرش رو با ورود سرمایه به بازار آمریکا اعلام کنه که خب برای تبلیغات آقای ترامپ مفیده. حالا این که چقدر این تعهدات انجام بشه یه جای بحث داره، ولی به هر حال اولینش اینه. در مورد بحث اسرائیل و فلسطینیا هم طرحی که آقای ترامپ داده، من بعید میدونم که اعراب قبول کنن یا خود فلسطینیا. اون گیر و پیچ مهم آقای ترامپ اونجا. در مورد مسئله ایران هم خب قطعا این که ایران محدود بشه، مهار بشه، اون چیزیست که من فکر میکنم به هر حال آمریکا دنبالش هست. اعراب هم ترجیحشون این هست که ایران موقعیت مهار پیدا کنن. اونم ترجیحشونه که ایران غنیسازی نداشته باشه، که توازن قوا به ضرر اعراب تموم نشه. در مورد نتانیاهو من فکر میکنم آمریکا خیلی، یعنی آقای ترامپ خیلی تمایل به نتانیاهو نداره به دلایل مختلف. اولا اگر بخواد بحث پیمان ابراهیم رو گسترش بده، سران اعراب الان حاضر نیستن با آقای نتانیاهو تو قاب یک عکس قرار بگیرن، به خاطر اون تصویری که هم به لحاظ بین‌المللی داره هم در جهان اعراب داره. دوم اینی که آقای نتانیاهو
سیستم‌های ریل گذاری میکنه که در اون مبنا آقای ترامپ رو بقدر به کار بکنه، عمل بکنه، همون مطلبی که آقای دکتر دانشگاه اشاره کردن در مورد حمله به ایران، یعنی ریل گذاری میکنه. سوم، به لحاظ اینی که حضور دراز مدتی در قدرت داشته، ارتباطات خیلی زیادی داره تو واشنگتن که میتونه آقای ترامپ تحت فشار قرار بده. ترامپ دوست نداره کسی بهش بگه چیکار بکن چیکار نکنه. بنابراین من فکر میکنم ترجیح میده که هم برای مسئله فلسطین، هم برای مسئله به قول معروف اون پیمان ابراهیم، و هم حتی برای مسئله ایران، بدون نتانیاهو بهتر میتونه منافع آمریکا رو پیش ببره. در نتیجه این من فکر میکنم یه کمی از اون فاصله گرفتنش هم یا عدم هماهنگی هم که داره با نتانیاهو انجام میده، از جمله در مورد روسیا، نشان دهنده این است که ترجیح میده بازی رو که میخواد بچینه بازی متفاوتی باشه تا اینکه بازی باشه که در ریل گذاری آقای نتانیاهو باشه. در خدمت. آقای نامور، من این سوال رو از آقای دکتر نوربخشم پرسیدم، شما هم اگر امکانش رو دارید نظر خودتون رو بفرمایید. مسئله دو دستگی در، البته این رو خاطرتون باشه چندین بار در موردش صحبت کردیم ها، ولی میخوام با تحولات اخیر در موردش صحبت بکنیم که به نظرتون واقعا توی کاخ سفید دو دستگی جدیه در خصوص برنامه موشکی و مسئله خود برنامه غنیسازی در ایران؟ ببین یه دو تا نظره. اون بستگی داره که اونا برداشتشون باشه که اگر بخوان ابزار تهدید علیه ایران به کار ببرن، واکنش ایران چه خواهد بود. اصل قضیه اینجاست. اگر شما برداشت این باشه که واکنش ایران ضعیف خواهد بود یا کاری نمیکنه، خب ممکنه به قول معروف برن به سمت غنیسازی صفر و ابزار تهدید و برخورد با ایران. اگر فکر کنن که ایران واکنش داره و پاسخ میده و این پاسخش ممکنه بره طرف بازی مرگ بکنه، یعنی به معنی که با براش تداوم مهم نباشه، لحظه مهم باشه، اون موقع ممکنه خب ملاحظه دیگه بکنه. فعلا اختلاف نظرشون رو اینه. یه عده معتقدن که ما بایستی همون 367 رو قبول کنیم، در حد کاریکاتور غنیسازی رو نگه داریم، 60% هم خارج کنیم، در حقیقت خطر هسته‌ای شدن ایران رو، پتانسیلش رو از بین ببریم و بعد از طریقای دیگه ایران رو مهار کنیم و لزومی نداره ایران آمریکا وارد درگیری بشه. چون معتقدن اگه درگیری به هر دلیل اگه رخ داد، یعنی شما محاسبه اشتباه بکنی و وارد درگیری بشی، یعنی شما فکر کنید طرف پاسخ نمیده و طرف پاسخ داده، این پاسخ درگیری ادامه پیدا میکنه و ادامه درگیری در چالش میان آمریکا و چین خب قطعا به نفع چینی‌ها تموم خواهد شد، یه جورایی حتی به نفع روسیه ولی بیشتر به نفع چین تموم خواهد شد و بعد چالش خاورمیانه چیزی نیست که فوری تموم بشه، ممکنه تا سالیان سال آمریکا رو درگیر کنه، مضافاً ولی که آمریکا حتی نمیخواد سرباز نیرو زمینی بیاره. بنابراین چالش ها هم همچنان تداوم پیدا میکنه و اون وقت به نفع آمریکا نیست، به خصوص اینی که الان آقای ترامپ در حوزه جنگ تحریم هم همچنان پرونده‌های باز داره. استوک مارکت آمریکا هم به نظر نمیرسه به این تحولات چیز مثبت نشون بده و همین الانش هم چالش داره سر جنگ تحریم. بنابراین بستگی داره که کدوم نظر غلبه کنه. نه قطعا روش اختلاف نظر است و هر کدومشون بر مبنای اون محاسبات خودشون میگن ایران این کارو میکنه، اون میگه این کارو میکنه. نوع واکنش بستگی داره که چطوری تحلیل کنه. باید اینجوری نگاه کنیم.